میگم ما منوچه به اون کوه نگاه کن. فکر کنم همون کوهیه که فرهاد عکس شیرین روش کنده. کدومش؟ ای بابا خوب نگاه کن. دفعه اونجا که چیزی نیست. داری میگی من نمیفهمم؟ بله الان دیدم خیلی قشنگه. اگه تو هم میتونستی عکس منو رو کوه بکنی عشق ما افسانه‌ای میشد. فکرشو بکن، عشق گلابتون و منوچه. آره من به خاطر عشقمون عکس تو رو اورست میکنم. خب بابا زیاد دور نرو، رو همین کوه بکن. این کو؟ الان درستش میکنم. اوه چه خبره؟ تو چی کار میکنی عمو؟ منم میخواستم بکنم نشد. کوه فردو خیلی سخت‌تر از 20 ستونه. شیرینم با هم قد کرده من از خونه انداخته بیرون. من میگم منوچهر الان درستش میکنم. بابا چه خبرتونه؟ مثل اینکه اینجا داریم سوخت هسته‌ای تولید میکنیم ها. اخ شرمنده مزاحم شدیم. خب آقا فرهاد شما بعد از شیرین خانم قصد ازدواج نداری؟ چی تا شد؟ تأسیسات هسته‌ای فردو در عمق 90 متری زمین و در زیر کوهی به ارتفاع 900 متر قرار گرفته که هدف قرار دادن آن از آسمان بسیار مشکل خواهد بود.